سلام دوستان، روزگارتون مملو از شادی. آموزش سیو اکانت بازی نبرد امپراتوری رو داریم. برای سیو اکانت باید وارد پروفایلتون بشین، اون عکس بالا و بعد قسمت تنظیمات و بعد حساب کاربری. بعد این گزینه اتصال رو میزنید. شامل 2 گزینه هست. گزینه اول مربوط به اتصال لمه و دومی مربوط به اتصال گوگل هست. شما میتونید از یک ایمیل برای هر 2 قسمت استفاده کنید. وقتی که این ایمیل رو وارد کردین 2 رمز باید وارد کنید. رمز یکسان باشه، شامل حداقل 8 کاراکتر باشه و هم حروف و هم عدد داشته باشه. وقتی این گزینه ها رو پر کردین و تایید شد، یه گزینه تایید هست که باید بزنید، میره یک نامه داخل ایمیلتون. اون ایمیل رو باز میکنید و قسمت پایینی ایمیل یک خطی هست به رنگ آبی رنگ، اون رو باز میکنید و بازی به شما پیام میده که با موفقیت بازی شما سیو شد. اون موقع است که برمیگردید تو بازی و بازیتون رو با خیال راحت ادامه میدین. توضیحات دیگه ای که میخواستم خدمتون عرض کنم در رابطه با اینه که شما در همون سایت بازی، سایت اصلی، میتونین 8 کوین یا همون سکه بازی مخصوص به خود بازی رو دریافت کنین. این کوینا شامل خرید منابع میشه، شامل خرید الماس میشه و شما میتونید از این 8 کوین به صورت رایگان استفاده کنین. بعد از اون اگر کوین بخواین بخرین باید حتما هزینه دلاری بکنین. موضوع بعدی هم اینه که شما به صورت روزانه میتونین وارد سایت این بازی بشید، ایمیل و پسورد بازیتون رو وارد بکنید و یک هدیه روزانه رو دریافت بکنید. این مزایای این بازی هست. روزگارتون شاد. خدا نگهدار.